دوستان سلام. دوستان اگر ماشین آریسان، پژو یا سمن دارید که از این نوع رگولاتورهای دو مرحله‌ای لندیرزو روش نصب است، اگر به مشکل پس زدن آب یا سفت شدن شلنگ رادیات برخوردید، قبل از اینکه بخواید ماشینتون رو پیش مکانیک ببرید تا واش سرسیلندش رو باز کنه یا سرسیلند رو تعمیر کنه، شما به این نکته توجه کنید که اول بیاین این دوتا شلنگ رفت و برگشت آب رو باز کنید، این دوتا شلنگ رو کور کنید، 1 ساعت بذارید ماشینتون با بنزین کار کنه. اگر مشکلتون برطرف شد، یعنی آب رو در رادیات پس نزد دیگه و شلنگ سفت نشد، اون موقع شما میتونید رگولاتورتون رو برای تعمیر و سرویس ببرید نزد یک تعمیرکار CNG که رگولاتور